رئیس جمهور تاجیکستان در این چند روز قانونی را وضع کرد، قانونی که ضد اسلام است، قانونی که ضد کلام رب العالمین است، قانونی که قانون غرب است، قانونی که مسلمان اصلا اینطور قانون را نمیخواهد. پس بنابراین خواهران محجبه، امانا برادران دیندار من و شما از تاجیکستان به علمای افغانستان به تماس شدند. حتی تعداد جوانایی بود که در گوشه ها ناله میکردند، گریان میکردند. خواهری بود که گریان میکرد، صداش بلند میشد و ناله میکرد و جوان تاجیکستانی میگفت اگر من وقتی که حجاب خواهرم از سرم گرفته می شود من چی کار باید بکنم؟ پس امروز چند نکته را من می خواهم خدمت شما عرض بدارم. در جای از این به خاطر دلسوزی و به خاطر امانا یک مصلحت دینی و ایمانی علمای افغانستان بیاناتی داشتند و این قوانین پست و خبیث را مردود و محکوم قرار دادند و برای جوانان تاجیکستان غیرت و تشویق و جرأت را نشان دادند و برایشان بیان نمودند. اما تعداد علمایی در تاجیکستان بود که مدتها و سالهاست که مردم را فریب میدهند و سالهاست که از پشت منبر احادیث ضعیف را بر مردم میخوانند و سالهاست که مردم در پای سخنانشان می نشیند و به سخنان آنها گوش میدهد. آنها در حقیقت این قانون پست و خبیث را و این قانون ضد اسلامی را تایید کردند و علمای افغانستان را ابله خطاب نمودند و حتی به خاطر این قوانینشان مردم افغانستان را لوطی خواندند. افغانستانی که مردمش زن و مرد مجاهد است، علماش مجاهد هستند، علمایی که با قلمشان با زبانشان مدت هاست که در مقابل اشغالگران استادند. جان هزارات در خطر بود و هزاران دیگر جام شهادت را نوشیدند تا اینکه استقلال خود را به دست آوردند، تا اینکه امروز الحمدلله موفق هستند. چون این علما را آن پس فطرتان بی علم و جاهل، امانا احمق و امانا بیهودگو و امانا عقیده های اسلامی، اینها را عقیده های جهادی را امانا معاذ الله نعوذ بالله عقیده های فاسد خوانده و علمای افغانستان را در این بیاناتشان محکوم داشتند. پس من برای شما واضح میگویم که هدف علمای تاجیکستان و امون تعدادی که سنگرگیری کردن و قوانین غربی را تایید نمودن، قسم به الله رب العزت که هدف از آنها امانند اهداف دولتشان است. یعنی به این معنا که دولتشان هر قوانینی را که وضع بکند آنها سمعنا و اطعنا هستند. و الله متعال در قرآن کریم در سوره جمعه چنین علمانی را امانند علمان یهود که تشبیه می‌دهد مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا، مانند از این علمای سو، علمای فروخته شده امانند خر است و امانند امان درازگوشی است که کتابها در پشتش بار است و اما منفعتی از آن کتابها نگرفته است. کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآیات الله والله لا یهدی القوم الظالمین. پس من برای شما جوانان تاجیکستان میگم شما انقلاب اماسه آفرینی را ایجاد بکنین و شعله های عشق و محبت خود را با الله اعلان بکنین. هزاران برادری من و تو امروز در فلسطین به شهادت رسید، به لقای پروردگارش پیوست. هزاران جوانان در کشور افغانستان مدتها چی در سنگر بوده، چی از محراب بوده است، چه از هر مکانی که بود است در مقابل دولت اشغال ایستاد
و جام شهادت نوشید و شما هم چنان حماسه آفرینی را ایجاد بکنین و چنان غیرتی را در وجود خودتان جوش بدین که تا اینکه دولتتان از شما احساس خطر بکند و تا اینکه آن آخونهایی که خود را فروختند و امنیت دنیا را به آخرت ترجیح دادن، تا اینکه اونها را در ترس و لرز بکنید، تا اینکه اونها جای پای خود را قرار نبینند. پس جوانان عزیز، شما هم الحمدلله غیرت دارین، جرأت دارین، امانا با او گریه هایی که از پشت تلفن است با اونها من و تو خلاص نمیشیم. شما غیرت خود را باید نشان بدین، باید از حجاب خواهرتان حمایت بکنین، ولو که 2 جوان 3 جوان 4 جوان، تا اینکه فدایی برای اینکه بداند دشمنانتان و اون علمای سو بفهمند که چنین جوانانی است که از نوامس دینی و همچنین از حجاب اسلامی و از شرایط اسلامی دفاع میکنن، تا اینکه دوباره جرأت پیدا نبکنن که چنین قوانینی را وضع بکنن. این پیام من برای جوانان تاجیکستان است و این